آدم‌ها همیشه موفق‌ترند. چرا بعضی‌ها همیشه فرصت‌های خوب سر راهشان قرار می‌گیرد، در حالی که بعضی دیگر مدام با مشکل روبرو می‌شوند. شاید راز این تفاوت در یک جمله ساده نهفته باشد. محیط پیرامون ما انعکاس افکار ماست. ذهن ما مثل یک آینه است. هر چیزی که درونمان باور داریم در دنیای بیرون خود را نشان می‌دهد. اگر باور داری که شکست خورده‌ای، احتمالاً موقعیت‌هایی را جذب می‌کنی که شکست را تایید می‌کنند. اما اگر باور داری که می‌توانی موفق شوی، دنیا راه‌هایی جلوی پایت می‌گذارد که تو را به آن موفقیت برساند. این قانون ساده ولی قدرتمند در زندگی همه ما کار می‌کند. تو هم همین حالا می‌توانی شروع کنی. افکارت را آگاهانه انتخاب کن. به جای تمرکز روی ترس و کمبود، به توانایی و هدفهایت فکر کن. دنیا به تو همان چیزی را می‌دهد که از درون به آن باور داری. پس اگر می‌خواهی دنیایت تغییر کن، اول ذهنت را تغییر بده. زیرا هر آنچه در اطرافت می‌بینی، آینه‌ای است از آنچه در درون توست.